امام علی اگر من مردک باری حکما امام علی میشد من خودم میوختم مردک باری من خودم میوختم یا آن خلق حضور میپرسیدن یا آن خلق حضور میپرسیدن مثلا مالی با اولادم که تیم تاجیکستان با زندگی کنم میگفتم ولاسم میدادم دستم میباشتم میرفتم اگر من امام علی میشدم. برادر در سمرقند بخارا امام علی را دوست می‌دارن میشناسنش یا اینکه بعدش میبینن؟ راستی گپ درباره امام علی بسیاری نمیدونم، فقط اونا همون تاجیکستان نمیدونن، لیکن امام علی دانسته آدم فکر خوب نداره درباره او، چون که همون امام علی دیکتاتور حساب میبینه. همون سمرقند بخارا داج میدونه که و دیکتاتوره، همون خیش تبارش میماند لوازم ده، خیش تبارش هم حکومت امنیت ده میماند. خلاص فکر خوب نداره. من شخصا خودم ازبکستان من تاجیکم. مرحبا صحبت کن اویدی ابلا میفهمید مو چی گفته؟ من میگم که من ازبکستانی تاجیک من میگم که همین امام علی خودش ایوزد کشاد. چیکار کنه؟ خیلی فقط همین فقط خلق تاجیک همین خیلی عذاب میتید همه روسیه میگردد در گرمانیا میگردد فقط همین عذاب و عذاب ما تاجیکو. شما در ازبکستان زندگی میکنید؟ من ازبکستان زندگی میکنم برای تاجیک گرددفتیم ما برای تاجیکستان من ازبکستان. شرایط شما در ازبکستان چه خیلی رنگ تاجیکستان نیست؟ شرایط من مردک باری 100% های لیکن من پراسه من تاجیک با میسوزم که تاجیک این من میبینم من دمسکو زندگی میکنم میبینم تاجیک همش جالبه لیکن مردک باری باید خودش همین ایوه زد کشاد. مردک یک اینجا دمسکو کار کند رود از تاجیکستان یک بیزنس کند یک رفته از تاجیکستان زندگی کند. من ازبکستان گفتم من تاجیکی ازبکستان. از ازبکستان چند مثلا میلیون در روسیه کار میکنن مهاجرا مثلا 35 میلیون اهالی باشد مثلا کار میکره کسی 2 میلیون 3 میلیونش کار میکره کسی لیکن همه جا شرایط 100% ما پرزیدنت ما گاب نیست مثلا کردیت میتیاد دیگه میکند کردیتش 1% پرزیدنت ما گاب نیست. برادر احمد ظاهر نگاه کنید شما ای ازبکستان میگن که 2-3 میلیون در روسیه کار میکنه ای 35 میلیون اگر 5 میلیون باشد در تاجیکستان ما 9.5 میلیون داریم 2 میلیونش در روسیه کار میکنه. این فرقیت ببین. نه اکون آخر یک بیزنس کردن نمیشد که هم تاجیکستان یکم بیزنس میکنی میگیرد میرد. این خبرها رو از کجا میدونی خودت؟ من 4 سال 5 سال میشه در روسیه زندگی میکنم. ما نه خبرها در تاجیکستان چی گپا میشه این ظلمو رو از کجا میدونی؟ من پولنی با تاجیکستانی ها زندگی میکنم. میبینم یکم بیزنس کردن نمیشد یک سرمه کشیدن نمیشد. من میگم که در اینجا پولا کار کند رود در تاجیکستان یک بیزنس کردن نکنه. این چه خیلی این دولت من میگم که خودش ایوه زد وای. یعنی حکم شب رو ورده که من مردک بره ازبکستان من تاجیک هستم. ازبکستان من تاجیک هستم برای تاجیکی میگم که این خیلی خلق تاجیک عذاب نتیاد. در ازبکستان خیلی نیست تاجیکایی که در ازبکستان سمرقند و بخارا دارن خیلی عذاب نیست. من مردک باری میگم که ازبکستان 80% خلق 80-70% خلق تاجیک هست 20-30% ازبک هست. سمرقند 100% تاجیک بخارا 100% تاجیک نمنگان 50-50 فرغانه 50-50 چون 100% تاجیک. مثلا من لوبای ممکن حکومت ورا نمیته نه عذاب نمیتید. من مرزویف پر رحمت بعد از مرزویف شدم من حضور پول نمکجا کرفتم لیکن بی عذاب بی مینت واسه نمیشه لیکن عذاب لوبای جا هست لیکن رنگی تاجیکستان نیست. این خلقی تاجیکستان من همین عمدگیم به 4 سال 5 سال شدفتگی باشد میبیاد پولا کار میکند کتاب جمع میکند لیکن برده خانشه برده کار فرمودن نمیتوند یکم بیزنس کردن نمیتوند
چیکار کند؟ رفت داد از گرمانیا، رفت داد از فرانسیا. پول نی این خلقی تاجیک پول نه همه جا تعقیده شد. خلقی تاجیک پول نی تعقیده شد در همه جا. همین شوکت میرزیویف یا نصیحتش نمیکنه این تاجیکستان راکی است سفر داره با تاجیکستان. نه اکا اولو نسی وای کریمف وای شاگردش وای. کی؟ امام علی کریمف شاگردش. بچه خونش نه؟ بچه خونش. او انا با چی گفتم در کاره؟ یک جان دارم خدا گیرد. وای بندش گیتم نمیتونه جانی من خدا میگیرد. یگان بندش نمیترسم. این تاجیک آبشی خیلی زور شد که نمیکه. من نامی شما نمیدونم لیکن خیلی زور شد. اونو شکمی من اکون اولا خدایو لیکن این خیلی نمیشده. فقط نبی یگان همین کساتنگی پولاده کارکناندن نمیتونی. یک تا رقم 130 سومون در تاجیکستان و دلنی وریمیا 100 سومون. این چه خیلی زندگی میکنه. گرانیسا محکم. یگان کس اونده در اینجا داشتی کار نمیکند. اونجا ده آدم ها چیکار کار شده؟ یگان پیشنهاد با مردم یگان پیشنهاد دارم. چیکار کنن از همین امام علی خلاص شون؟ چیکار کنن از فکرت از نگاهیت؟ امام علی کشتن در کار. امام علی اگر من مردک باره حکما امام علی میشد من خودم میوختم مردک باری. من خودم میوختم یا آنخلق حضور میپرسیدن یا آنخلق حضور میپرسن مالی با اولادم که تیم تاجیکستان با زندگی کنم میفتم ولاسم میدادم دستم میباشتم میرفتم. اگر من امام علی میشدم من امام علی میشدم دستم میباشتم من تو میکردم چون مردک باره هم میکردم. در تاجیکستان من زندگی کنم 7 تا 8 تا فرزند دارم میگفتم که آنخلق حضور میپرسیدم من یگان یک فرمک شدن نشود یگان یک بیزنس کردن نشود. من امام علی میشدم من آنخلق حضور میپرسیدم من یک خدا امام علی نشیدی؟ نفهمیدم. بگو خدا شکر بگو که امام علی نشیدی. من امام علی میشم هایکو من خودم بالستم میوزم میکشم میرم با دنیا. سلامت باشی خدا نگهبان. مردان برای تاجیکی من سخته گازه گفتیم. میفهمیم شما را درتونه. گپم باید گوش کنه تلفن نمری من گیره در کار باشد. عمده من ایوزت در کار است. خدا حافظ. برادر دلیر جان ازبکستان مرحمت صحبت. سلام علیکم اکا سازی. و علیکم سلام شما ساز باشین. من احمد زاهر را دیدم در آمدم از ازبکستان بوده است. خیلی دو گپ زنیم گفتیم. فکری تو چیه نسبت به حکومت ما با کشور ما با مردم ما؟ منم از ازبکستانم سمرقند خورو میدونه که خیلی من فکرم امو درباره امو امام علی خیلی ما میدونیم امو دیکتاتوری امو سیاست دیکتاتوری دارد ما هم فکری ما خوب نیست درباره او و میدونیم که امو تاجیکستان رفتم سال پیش هم چی میگه امو کروپسیا خیلی اوج گرفتگی است. فساد خلاص شما انقلاب نکنه نمیشوه این توش نمیشوه. بله انقلاب کردن مردم هم با یک گپا باشه نه که یا دیگه شما نپدی نکنه. برای انقلاب شما نباید سراسیمه شوین. نازی سراسیمه شدن در کار نیسته. ما چکار کنیم از نگاه خودت؟ شما اول همی آستوسته قدم قدم رفته استین آدم های جمع کنه. من اوضاع 104,000 شدین خدا به شکر همی 150,000 میشین 200,000 میشین بعدی سر کنه میشه. انقلاب کنیم نه؟ انقلاب دیگر راه ندارین شما. هم برنامه رو خودش تماشا میکنه باید وظیفه رو باید بسپاره کنه. چی باید نمیسپاره؟ نه اونا میسپاره و خوبی نمیسپاره. برنامه ما مردم درد عذاب شد میبینه برنامه الله قسم در مسکو سگ قدر داره تاجیک قدر نداره. برنامه الله قسم برای امو پرزیدنت امام علی قدر نداره تاجیکان. چون یا سگ قدر ندارم. برای درسته مردم ما دیگه با مسلمان هستیم باید بخیزیم نه جنگ کنیم نه چی کنیم به هیچ امره برادر یک سوال اخیران میتونم
برادر دلیر بخشش برادر حسن‌الدین یه سوال اخیر میتیم بعد صحبت میکنیم. برادر در سمرقند بخارا امام علی را دوست می‌دارن میشناسنش یا اینکه بعدش میبینن؟ راستی گپ درباره امام علی بسیاری نمیدونم، فقط اونو همو تاجیکستان نمیدونن. لیکن امام علی دانسته آدم فکر خوب نداره درباره او، چون که همو امام علی دیکتاتور حساب میبینه. همو سمرقند بخارا داج میدونه که و دیکتاتور، همو خیش تبارش میماند لوازم ده، خیش تبارش هم حکومت امنیت میماند. خلاص فکر خوب نداره. من شخصا خودم. سلامت باشی. خدا نگهبان. آزادی و عزت، اکا عزت امان. خدا نگهبان.